سرگئی سابیانین شهردار مسکو در یک ماه اخیر بار دوم به ضرورت نیروی مهاجران در پایتخت روسیه تاکید کرد. اظهارات اولی او در آغاز ماه دکبر در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی روسیه صدا داده بود. سابیانین روز 24 دکبر در دوم شهر مسکو گفت پایتخت روسیه به 500,000 کارگر نیاز دارد و این را می شود فقط از حساب مهاجران کاری پر کرد. وی که این سخنها را در جریان گزارشدهی سالانش در برابر دوم شهر مسکو بیان می کرد گفت دست کشیدن از نیروی مهاجران میزان تورم را بالا می برد و در نتیجه اقتصاد روسیه آسیب می بیند. شهردار مسکو افزود این موضوع جدی است. با این ساحه بازی کردن و به عوامگری یا پاپولیسم مشغول شدن ممکن نیست و علاوه کرد که مشکلات در ساحه مهاجرت با هجوم و رید حل نمی شود. با اطلاع سرگئی سابیانین مهاجران 5-6% مجموع محصولات داخلی را تامین می کنند. بی‌شبهه اگر ما به مهاجران هم کار را بود میکردیم عالی بود، ولی وضع دموگرافی و اقتصاد متاسفانه قاعده های دیگری را به ما بار میکنند. امروز جایهای خالی اشغال نشده از 400 تا 500 هزار را تشکیل میدهند. حتی اگر اقتصاد به یک حالت بهتری برگردد این آمار عوض نمی شود. سرگئی سابیانین این چنین در مورد سخت‌تر کردن قاعده‌های مهاجرت سخن گفت. به اطلاع او در نتیجه تفتیش سندهای بیومتری مهاجران در فرودگاه‌های پایتخت روسیه 45,000 مهاجر از سنجش نگذشته است. وی افزود بیش از 1 میلیون خارجی ضمیمه امینه را در تلفن نصب کرده است. این برنامه نظارت از حرکت مهاجران را امکان پذیر می‌کند. شهردار مسکو گفت همکنون دسترسی به معلومات درباره مکان تجمع و زندگی مهاجران آسان‌تر شده است. این همه چاره‌ها به گفته او برای تنظیم ساحه مهاجرت امکان فراهم کرده است.